السلام علیکم شیخ حریفی. من یک مسلمان هستم که در امریکا أي زندگی میکنم وأقضي و بسیاری معظم وقت أشهر سال اونجا سنتي في هستم. أمريكا. أي همسایگان ما را دوست ونعم أو می‌دارد السنة و اللي این فاتت فضل الله كانت است. فترة هنگامی موسم که الكريسماس سال نو والعيد عید في کریسمس رسید أيامنا از من بالكنيسة خواستند أول که ما من هم بالنسبة خانه‌ام را آرایش دهم و در عیدشان به للأخوان آنها اشتراک لما کنم. كان جيراني و حقيقة من هم این على کار را الرغم أني کردم و مسلم خانه‌ام را عددي آرایش وصل دادم مثل 150 خریستیان بيت ها. و وكلهم من این کار أمريكان را کردم به آن خاطر محتضنين که بفضل اونها رب العالمين بفهمند که وبنينا اسلام به معهم آنها علاقة مخالف جيدة. نیست. آیا این وهذه کار من باعتبار از احنا دیدگاه اسلام لدينا درست است؟ مسؤولية أن نمثل الإسلام والمسلمين بأفضل وجه. جميل. آیا قصدت روز تولد عیسی است یا عید سر سال یعنی یکم ینور؟ لا هو عيد ميلاد المسيح قصدت عید تولد عیسی است و من این کار را کردم. فتوای این را برای من بدهید شیخ حریفی. برادر عزیزم، تجلیل تولد حضرت عیسی به این معنا است که گویا الله به خود پسر دارد، حال آنکه الله یگانه است و برای خود پسر و همسر نگرفته است و این جشن گرفتن اونها به اساس شرک به الله و کار باطل می باشد که الله نه فرزند و نه زن دارد و حضرت عیسی را فرزند نگرفته است. اگر تو نگویی که تجلیل روز فتح زمین یا عید وطنی گرفتن، من شاید برای تو یگان دلیل یابم. اما مسئله عید کریسمس که دینی است از دیدگاه دین الله ناجایز می باشد. مثلا برای تو بگویند که ما عید داریم که در آن گوشت خوک میخوریم، بعد تو قطعشان میخوری و اینها را هم گفته نمیتونی که برای معامله اونها و قریب شدن به اونها این کار را میکنم. اگر نیتم برای ثوابم باشد این را شریعت اجازت نمیدهد. من برای تو مصلحت میدهم که دفعه دیگر عید کریسمس که آمد پیش از عید به همراه کودکات یگان جا تماشا برو که همسایه‌هات نتوانند تو را در این کار ناجایز تیله زنند و با این کار از جشن گرفتن عید کریسمس خلاص میشوی. و میدانم که مردم خریستیان اخلاق زیبا دارند، لیکن اسلام اجازت نمیدهد که با آنها در مسائل شرکی و دینی یک جا اشتراک نمایی. و این از فتوای من. وأسأل الله أن يدلنا وإياك على الخير يا أبو راشد.